اما کنیزک چی شد؟ بیمار شد. چرا کنیزک بیمار میشه؟ برای اینکه کنیزک، ببین اینا هنرمندی های مولاناست، کنیزک که جسم هست از سوی دیگه نقش جان رو بازی میکنه. در این صحنه بیمار میشه. چرا؟ چون جسم بوصدمه زده. دو نقش دوگانه است. همینجور که توی این بروشورم دیدم نوشتن، واقعا صحنه هایی که مولانا میپرورونه ابعاد مختلف و در تویی داره که وقتی میشناسیمشون لذتمون از سخنان مولانا 10 چندون میشه. این همیشه یادمون باید باشه که یک کاراکتر در داستانهای مولانا ممکن است که نقش‌های مختلف بازی کنه.